قربانی از قرب گرفته شده. هر بنده ای که قربانی بکنن به الله نزدیک می شود، بنده خوب خدا می شود، بنده نیک خدا می شود. اگر قربانی را عالم بکنن، حاکم بکنن، ثروتمند بکنن، قدرتمند بکنن، هر کی باشن قربانی بکند، اون بنده ای هستند که به خدا نزدیک است. عزیز دلم، یک واقعه را نقل می کنم. یک مرد غریب، مرد مزدورکار نزدیک عید قربان که می شود، بزرگ مرد تاریخ با دل شکسته، با اشک ریزان دستهایش را به حضور خدا بلند می کند. توانایی ندارد. اون بنده به حضور خدا اشک می ریزاند، میگه خدایا مرا از این کاروان ثواب محروم نگردان. اون بنده که عید نزدیک می شود، مقدار گندم از مزدوری پیدا کرده بود، میبرد به بازار به فروش میرسانه. اون پولی که به دست میاره یک گوسفند بسیار ضعیف و لاغر میشود. اون گوسفند را با شوق و علاقه میگیرن، با لب فرحت و خوشی میگیرن، به سمت خانه برمیگردن. به مسیر را همراه چند از مردم باش سر میخورن. اون مردم ها خنده میکنن، میگه این مرد پیر، این مرد فقیر و مضطر ببینین، یک گوسفند بسیار لاغر و ضعیف را آورده. والله اعلم که این قربانی خو نمی شود. این مرد متوجه می شود به اون انسان ها، میگه ای بندگان خدا، الله رب العزت و الجلال به چاقی و فربیگی قربانی نظر نمی کند. الله به کسی نظر می کنند که چگونه دل داره. الله به دلهای شکسته نظر می کنند. این مرد رد می شود، به خانه می آیند، قطرات اشک از چشمانش سرازیر می شود. شب است، به نیم شب دوست خدا، این مرد موی سفید، این مردی که تمام عمر به مزدورکاری مصروف بود، این بنده خدا شب به طویل خانه به نزد قربانیش می رود، گوسفندش را نوازش می ده، قطرات اشک سرازیر می شود. زار زار این بنده گریه می کند. فرزندان همه می آیند، میگه پدر به درون طویل خانه رفته اشک می ریزانی. چرا اشک می ریزانی؟ به جواب فرزندانش میگه من می ترسم که آیا خداوند این قربانی مرا قبول می کند یا خیر. من می ترسم نشود که الله قربانی مرا رد بکنه، قبول نکند. اشک می ریزاند، سر به سجده میگذارند. فرزندان همه با پدر بزرگوار اشک می ریزاند. ای بنده، قربانی نزدیکیت به الله است. آن بنده ای که مزدورکار است، بنده فقیر است، تمام عمر به مزدورکاری مصروف است، به خاطر نزدیک شدن به خدا به نیم شب